ولی در زمان پیامبر حکایه میکنن، میگه یک فقیر آمد رنگ خانه قدرت الله برادر ما حجوری آدما پور در گردی پیامبر شدگی یک نگاه کرد جا نیافت که جا دا بشینم. میگه این مردک میگه آدمی آمدگی میگه آدمی میگه بسیار ثروتمند بود، خواست جا بیانه، بعد نگاه کرد بهر یک آدمی کمبغل، پهلو یک آدمی کمبغل خالی آید، یکی لباسوش به حد چرکه، مقصد همه دریدگی و خیلی آدمی کمبغل، خیلی آدم کمتر میگه ارکگی کدو، همین آمد بری همین کمبغل دا شیشت، همین تا دامنش میگه جمع کرد که پیامبر میگه دیدش، گفت ترسیدی که کمبغلیش سرایتت میکنه. که بسیار یک سخنی مثال وزنینی هسته، گفت ترسیدی که کمبغلیش در تو میگذره که میگه جاش خیست. گفت پیامبر نازنین حقیقتا آن چیزی که شما میگین گفت شما حق میگید، مقصد من دامن ما جمع کردم تا در لباس همین آدم آلوده نشود، لیکن به خاطر آن که اگر دل همین بنده رنجیده باشه نصف مال ما دادمش، مرا ببخشد نصف مال ما دادمش. میگه پیامبر گفت که چی میگوی در گپی برادرت؟ گفت پیامبر نازنین اگر همه مال شبتد من قبول ندارم، لیکن من همچون برادری مسلمان من این کسا بخشیدم تا منم مالدار شم رنگ همین نشم، منم مالدار شم رنگ همین ای فقیرها یکی مثال پرهیز نکنم، راه گریز انتخاب نکنم. ولی جنابی همین سفیان ثوری بسیار یک گپی زیبا دارد، میگه اگر یک آدمی کمبغل بیچاره رعایت نکرده، اینجا تو آش خورده سید همین بیاو در پروا کرد بشینند شاید درست کنه خورده میگیرد، همینجا اگر تبت خیره شود تو تکبری، تو کیبر داری، تو کیبر داری. پهلو در نشستگی آدمی کمبغل هم میگه باید که هیچ وقت شیشت مرحمت برادر عزیز آشد شود، باید میگه با دلی صاف باشد. اگر که یک دیدی که نفاریده تبت نکشید میگه تو در وجودت کیبر